به تقسیمات راه یافتید. پیامک با همین متن 60,000 داوطلب را در تاجیکستان از خواب ناز بیدار و خیلی خوشحال کرد. کرامت الله طلبوف یکی از این داوطلبان خوشبخت است که به آرزویش برای شامل شدن به دانشگاه طبی رسید. او با 130 سال به تقسیمات راه یافته است. من مهنت کردم و میخواستم که فقط از خوردی همین به دانشگاه طبی شوق و رغبت داشتم. مرکز ملی تستی تاجیکستان میگوید از 84,000 داوطلب عنوان دانشجو که امسال برای شامل شدن به دانشگاه‌ها حجت سپاریدند، بیشتر از 59,000 نفر کامیاب شدند و به آزمون تقسیمات داوطلبان به اختصاص‌ها راه یافتند. اما از این میان نه همه دانشجو میشوند و مرکز تستی به زودی اعلان میکند که کیها خالی کافی برای دانشجو شدن را به دست آوردند. امسال در تاجیکستان باید حدود 55,000 نفر به دانشگاه و آموزشگاه ها راه یابند. و داوطلبانی که در آزمون تقسیمات موفقیت را به دست میارند از روز 3 اوگوست تا روز 15 اوگوست حقوق دارند که با مؤسسه تعلیمی که راه خط میگیرند رفته حجت‌های خود را پیشنهاد نمایند. در صورت تا روز 15 اوگوست حاضر نشدند به مؤسسه تعلیمی جایهای خالی مانده را با مرکز ملی تستی پیشنهاد می نماید و مرکز ملی تستی جایهای خالی مانده را برای تقسیمات تکراری و داوطلبانی که خالهای گزارش فنی را به دست میارند و اما در آزمون تقسیمات راه خط نمیگیرند برای آنها پیشنهاد می نماید. مرکز تستی امسال به فرق از سال گذشته به داوطلبانی که نتوانستند خالهای ضروری را صاحب شوند یک شانس دیگر می‌دهد. مرکز روزهای 19 تا 22 اوگوست تقسیمات تکراری برگزار می‌کند که در آن داوطلبان امکان انتخاب کسب دیگر و شامل شدن به دانشگاه‌ها را پیدا می‌کنند. ولی پیروزی در امتحانات هم برای برخی از داوطلبان به معنای دانشجو شدن آنها نیست، چون که آنها توان پرداخت حق تحصیل در دانشگاه‌ها را ندارند. گپ در سر درآمد اهالی است. یعنی اهالی تاجیکستان درآمدی که اهالی قرقیزستان دارد حتی آن را نداریم. از این جهت دسترسی مالیوی شهروندان تاجیکستان کفایه نمی شود برای گرفتن معلومات عالی. از جهت امسال مثل سالهای پیش خواهشمندان تحصیل در دانشگاه طبی، دانشگاه ملی و پیشه‌های زبان آموزی، اقتصادی و حقوق شناسی زیاد بوده است. توجه به علم‌های طبیعی و دقیق به مثل بیولوژی و ریاضیات و فیزیک مثل همیشه کمتر است. اختصاص‌هایی که تاجیکستان در بنیاد انشاءات مهم و حیاتیش به آنها سخت محتاج است.